سلام بینندگان عزیز، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز پنجشنبه 16 ایول. بدون اجازت گردی همایی تشکیل کردند. دادستان ختلان گفت 10 ساکنی از سیل زیان دیده خراسان برای تشکیل اعتراضهای به اجازت جزا گرفتند. فشار مهاجران نتیجه آورد. در روسیه شرکت کاردهنده حاضر شد پول پتنت و خرج حجتگذاری های آنها را جبران کند. برای 2 ماه به هر کارگر 20,000 روبل جبران پولی خواهد داد. شرکت همچنان وعده داده است که در روز عید قربان به کارگران 5,000 روبل روسی تحفه دهد. در مسکو پلیس اعتراضی مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را بیرحمانه پخش کرد. 10 ساکن ناحیه خراسان که پس از سیل زدن خانه‌هایشان گردی همایی کرده راه ماشینگرد را بسته بودند، از 5 تا 10 روز حبس شدند. اعتراض ساکنان 2 ماه قبل رخ داده بود و امروز بار اول مقامات در این باره رسما اطلاع دادند. عبدالرحیم رحیمزاده دادستان ولایت ختلان امروز در نشست خبری گفت 10 نفر از شرکتداران گردی همایی مجازات شدند. دادستان افزود آنها نباید بدون اجازه گردی همایی میکردند. ساکنان خراسان که روزهای 14 و 16 می در نتیجه آمدن سیل و لغزش کوه خانه و چارواهایشان را از دست داده بودند، به نشان اعتراض راه دوشنبه باختر را بستند. پس از این اعتراض مقامات به ضرردیدگان زمین داده برای بنیاد خانه‌هایشان یاری رسانیدند. پس از آشوب مهاجران کاری در کارخانه کارکرد گاز ولایت امور روسیه، شرکت ترکی رنسانس هیوی اندستریز به مهاجران وعده داد که پول پتنت و خراجات حجتگذاری آنها را جبران میکند. این شرکت با فرمایش گازپروم روسیه در این ولایت کارخانه کارکرد گاز را میسازد. قبلا این شرکت پول پتنت و خراجات حجتگذاری مهاجران را از معاششان ستانیده بود که باعث اعتراض مهاجران شد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و قبل از شروع برنامه از او در این باره پرسیدم. میرزانبی، ظاهرا پس از اعتراض مهاجران شرکت به آنها گذشت‌های کرد. معلوم است که آیا تا چه حد شرکت گذشت کرد؟ یعنی کارگران چند پول دریافت میکنند؟ بله عبدالله، رنسانس هیوی اندستریز شرکتی که کارخانه کارگرد گاز را در امور می سازد وعده داد به مهاجران خرج پتنت و حجت‌هایشان را برای ماه می و ایون می دهد. در یک اعلان شرکت رنسانس هیوی اندستریز که نسخه آن را کاربران رادیو آزادی روز 16 ایول فرستادند، گفته می شود بر علاوه این کارخانه کارکرد گاز برای 2 ماه به هر کارگر 20,000 روبل جبران پولی خواهد داد. شرکت همچنان وعده داده است که در روز عید قربان به کارگران 5,000 روبل روسی تحفه دهد، اما مسئولان بر عوض از مهاجران خواستند به بی‌ترتیبی ها خاتمه دهند و فوراً به کار شروع نمایند. در غیر صورت اسم آنهایی که به بی‌نظمی راه دادند به دست کارمند حقوق سپرده می شود و آمده است در اعلان این شرکت. میرزانبی، عقب نشینی شرکت در مقابل طلب مهاجران تنها نتیجه آشوب است و یا مقامات روسیه نیز به این قضیه دخل کردند؟ دقیقاً می شود گفت هر دو عامل. نرمش شرکت رنسانس هیوی اندستریز به مهاجران در حالی است که پس از آشوب روز 13 ایول روسلان مدودیف رئیس ولایت امور به محله ساختمان آمده از دادستانی خواست سبب‌های آشوب را سنجد. دادستانی ولایت گفت در رابطه با این حادثه ها 2 پرونده جنایتی با اتهام اوباش و بی‌ترتیبی های عمومی و نسبت شرکت رنسانس هیوی اندستریز پرونده مأموری آغاز کردند. دادستانی معلوم کرده است که مسئولان شرکت از معاش کارگران با بهانه پرداخت پول پتنت 2 ماهه 14 میلیون روبل را نگه داشتند. تشکر از میرزانبی برای صحبت. ضمناً اعتراض و دادخواهی مهاجران از پورا پرداخت نشدن معاششان در دیگر شهرهای روسیه نیز رخ دادند. از جمله در شهر مسکو مهاجران راهرو، کوریرها و یا غذارسانها اخیراً از کم پرداخت شدن معاش اعتراض کردند. رادیو آزادی این موضوع را پیگیری میکند من بعد هم، اما حالا رو می‌آوریم به اعتراض در شهر مسکو که نتیجهش برای شرکتداران آن مثل اعتراض ولایت امور خوشایند نبود. پلیس در شهر مسکو 100 نفر اعتراضگر را که در مرکز این شهر نزد هیکل پوشکین جمع آمده بودند بازداشت کرد.
جمع آمدگان بر ضد تغییرات کنستیتوسیونی صدا بلند کردند. روسیه از 25 تا 1 ایول برای وارد کردن تغییر و الافه ها به کنستیتوسیه رای پرسی دایر کرد. با اطلاع رسمی 78% رای دهندگان از تغییر کنستیتوسیه جانبداری کردند. مخالفان از ساختکاری های بی سابقه خبر داده گفتند نتیجه ها را نمیپذیرند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده. روز 15 ایول مقامات شهر مسکو دهها مخالف تغییر کنستیتوسی این کشور را که به پرزیدنت ولادیمیر پوتین امکان می‌دهد تا سال 2036 در سر قدرت ماند بازداشت نمودند. جمع آمدگان طلب داشتند که نظرخواهی کنستیتوسیونی غیر قانونی دانسته شود. به نوشته سامانه مستقل سیاسی اوود اینفو بیش از 100 نفر بازداشت شدند. حکومت این خبر را تصدیق و یا رد نکرد، اما بعد مدت شماری از بازداشت شدگان رها شدند. نظرخواهی عمومی مردمی که 1 ایول به پایان رسید امکان می‌دهد در قطار دیگر اصلاحات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سال 2024 در آخر دور ریاست جمهوری فعلیش باز 2 دفعه دیگر پرزیدنت روسیه انتخاب شود. کرمل نظرخواهی را پیروزی عنوان داده است. مخالفین میگویند که وقتی استعفای پوتین فرا رسید. ما 10,000 امضا جمع میکنیم و در دادگاه عالی بررسی آن را طلب میکنیم. 10,000 نفر طلب خواهد کرد که نتیجه نظرخواهی کنستیتوسیونی غیر قانونی دانسته شود. گردآمدگان رهبری بیش از 20 ساله پرزیدنت پوتین را سرچشمه قشاقی مردم روسیه نامیدند و شامگاه وقتی راهپیمایی اعتراضگران در خیابان آغاز یافت، نیروهای تعیینات خاص ازدحام را احاطه نموده سپس بازداشت اعتراضگران را شروع کردند. هفته گذشته 2 فعال مخالفین که بر ضد اصلاحات کنستیتوسیونی صدا بلند می‌کردند به حبس گرفته شدند. در عرفه این اعتراض بدون اجازت نیز مقامات روسیه خانه‌های 5 فعال دیگر مخالفین را کافت و کاب نمودند. روسیه با اشاره به سرایت کووید 19 تشکیل هر گونه جمع آمد در شهر مسکو را منع کرده است. در دوره پیش از پاندمی هم در روسیه برای تشکیل هر گونه جمع آمد اعتراضی با اشتراک بیش از 1 نفر گرفتن اجازتنامه رسمی پیشکی ضرور بود. در پی گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان نرخ داروباری به یکبارگی بالا رفت و نگرانی ساکنان را به بار آورد. مقامات ضد انحصاری میگویند داروفروشان از تقاضای بلند سوء استفاده کرده نرخ برخی از داروها را تا 10 برابر بالا بردند. سرویناز روح‌الله گزارش می‌دهد. در پی اوج پاندمیای کووید 19 در تاجیکستان نسبت صدها داروفروش برای بی‌اساس بالا بردن نرخ مواد داروواری پرونده‌های مأموری و جنایی باز شده است. تاجیکستان آخر ماه اپریل وجود این بیماری را در کشور تصدیق کرد و در روزهای اولی موردهای سرایت کرونا ویروس نو نرخ بعضی از داروها به طور چشمگیر بالا رفت. در پی این بالاروی‌ها مقامات مسئول دست به کار شدند. در تمام شرکت‌های وارد کننده داروواری از جانب خیلی خدمات آنتی مونوپولی تاجیکستان نهاد تنظیم کننده نرخ در بازار خبر داد که در این دوره نرخ برخی از مواد داروواری از جمله ضد ویروسی از سوی برخی داروفروشان در کشور تا 10 برابر بالا رفت. برای یک اربیدولتی 40 سوم بود این قدر طلبات میشد. اینا هیچ تا گفتن نمیتونید. 350 ما رسما معلومات داریم که تا 700 سوم خریداری هستند. مسئولین گفتند همچنین مقامات دیگر انتظامی برای به تنظیم درآوردن نرخ مواد داروواری در داروخانه‌های کشور دست به کار شدند و به شرکت‌های وارد کننده دارو آگاهی دادند در حالت ادامه وضع جزا خواهند گرفت. وابسته به پیشگیری این بیماری 270 پیشنهاد آورده شده است. 231 امر ارسال گردیده است از جانب کارمندان پرокуратура
ва нисбати 478 нафар истеҳсолоти интизомӣ, 2190 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 130 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. аммо баъзе аз дорufurӯшон гуфтанд инҷо танҳо айби онҳо нест ва шояд сокинон аз он тарсиданд ки дар ҳолати эълони сирояти вирус дар тоҷикистон дари тамоми дорухонаву мағозаҳо баста мешавад ва онҳо пешакӣ ҳамаро хариданд, ҳатто бе дорухат. ба қавли онҳо, аз тарафи дигар вақте мол камёфт шуд, маълум аст арзиши он гарон мешавад. در جنوب تاجیکستان ولایت ختلان چندی از سازمان‌های غیر دولتی به قربانیان خشونت خانوادگی کمک می‌رسانند. بیشتر خشونت دیدگان زنانند که از بیرحمی و لط و کوب شوهران خود شکایت می‌کنند. طبق سنت‌های رایج در تاجیکستان اعضای خانواده می‌کوشند درباره خشونت داخلی خانه لب وا نکنند. اما زنانی که با خبرنگار رادیو آزادی هم صحبت شدند میگویند دیگر طاقتی خاموش بودن را ندارند. خشونت خانوادگی در تاجیکستان پدیده رایج باقی میماند و تاجیکستان در گزارش اخیرش به عنوان کمیته سازمان ملل گفته بود که سال 1296 موردی خشونت خانوادگی را ثبت کرده است. گزارش همکارم آرزوی کریم را برات یوسفی تقدیم میکند. گلرفتار نامی شرطی زنی 40 ساله و مادری 2 فرزند از ناحیه کوشانیان است که 9 سال خشونت شوهر را میان دیوار خانه‌اش پناه می داشت ولی بالاخره به سازمان‌های جمعیتی مراجعت کرد. دستش کتی میزنه خرومو کبوت میکنه بینه مای بینم خون میاد سرمونا نو سوتکو کتی زدگی ساترسی نگرفتگی یکی یگونجا مراجعت نکردم برای که دو کودک دارم صغیر نباشه زندگی مدنیه باید ما زندگی ما بقبم یه حالی ساز میشه بدتر ساز میشه نه ساز نشه. در چهره این زن آثاری لط و کوب دیده می شود که به گفته خودش نتیجه لط و کوبی چند روز پیش از سوی شوهرش است. کودکم گرفته بودن همون دیگه اون مردک من چی هم ندارم برای که خانه و داره چی پاینده نیست. دو کتی یا خانه در زندگی کردن یا مخصوصا شدنم کابمانم هیچی. زنانی که به سازمان جمعیتی غمخواری در شهر بختر مراجعت میکنند داستان زندگیشان مختلف است. زنی 50 ساله‌ای که از این سازمان برای دریافت کمک روانی آمده بود گفت برای خرید جهاز خانه 3 سال شد که خشونت می شود و در نهایت تصمیم گرفت از شوهر جدا شود. مرا در حولی مردک هم خیلی پایمال کرد. حتی با تمام وزنش در بالای من هم خیلی مردک راست ایستاد. مرا هم خیلی کرد که همین ما چی کنم ده همین باید من نفس نمیکشیدم. هم خیلی وزن شمون دهنم جقیده همین گلوم همین تا جفیده و همسایه ها همین خیلی در آوازم دومده دروازه را زدم دروازه را هوی نکرد مرده. این زنان اگرچه تصمیم جداشوی و طلاق گرفتن را دارند ولی بعد خشونت نمیخواهند که شوهران را به دادگاه بکشند، تنها میخواهند از آنها رها شوند. روانشناسان مرکز غمخواری میگویند که خشونت زنان مختلف است، روانی و جسمانی و گاه شهوانی. مشورت های انفرادی میگذرانیم، ما با اصول های نوی و کار میبریم با زن. اصول هایی که هستند که زن ایم حالتی روح افتادگی ما روح افتادگی را برقرار میکنیم. این هم باشد وقتی موسیقی گوش میکنیم، موسیقی نغزه گوش میکنیم، هسته که با زن کارهایی و بافندگی این حالت هم هست که استرس زن پس شود. باری اول است که در طول 1 ماه تا 90 نفر زنان تنها به همین مرکز مراجعت میکنند که گاه آنها را به پناهگاه یا شلتر میبرند تا مدتی از خشونت دور شوند و تصمیم بگیرند. اما آمار خشونت زورآوری که اکثرا روانی و جسمانی است در جنوب تاجیکستان همان نگران کننده باقی میماند. اگرچه زنان از خشونت شوهر شکایت میکنند ولی در 1 سال تا 10 نفر مردان نیز از خشونت زن شکایت کرده‌اند. بیننده ارجمند، وقت برنامه ما اینجا با پایان رسید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. فردا صبح بر وقت شما را در نویدی بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما.